خب آقا، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اومدیم نحوه بوتیبل کردن ویندوز رو روی فلش آموزش بدیم. تا اینجا اومدی حتما یادت باشه کانال ما رو ساب کنی، لایک هم بزنی، اگه خواستی کامنتی چیزی هم بزنی. خب ابتدا فلش رو به کامپیوتر وصل میکنیم. خب من فلش از قبل بوتیبل بود، خاطر همین باید فرمتش کنم. شما اگه فایل مهمی چیزی دارین حتما از فلشتون بکاپ گرفته و فلش رو فرمت کنید. بعد وارد این قسمت میشید تو بخش فرمت رو میزنید. چنین صفحه براتون باز میشه. اینجا فلشتون رو تشخیص داده من 8 گیگه. بعد فرمت فایل معمولا رو دیفالتش FAT32، شما بزنید رو NTFS بهتره. بعد استارت کلیک کنید. اینجا ارور میده اگه همه فایلای فلش پاک بشه، حتما ازش بکاپ گرفته باشه اگه فایل مهمی دارید. فرمت انجام شد. حالا باید اون فایل ایزویی که از سایت حالا صاف نمیدهش یا دانلود کردین رو استخراج کنید. فایلایی که دانلود کردین استخراج کنید. دقت کنید با همه پارتاشو دانلود کنید. نه اینکه مثلا میگه این پارت یکیشو دانلود کنید. مثلا من ویندوز 7 دارم، ویندوز 8.1 دارم، این همه ایزوه. این ویندوز 10 هم پارتیه، یعنی چند تا پارته، بعد استخراج کنید. با استفاده از برنامه وینرار یا 7 زیپ که در ادامه ویدیوشو خواهم گذاشت، پارت یکیشو باید استخراج کنید. پارت یکیشو استخراج کنی همه پارتاش استخراج میشه با خودش. یه راست کلیک انجام میدی. بعد روی گزینه وینرار نوشته اکسترکت تو ویندوز 10 فلان. بعد بزنید روش. این آغاز میکنه یه پوشه بهت میده. تو پوشه یه فایل ایزو داره. خب من سب میکنم یه لحظه تا انجام بشه. خب دوستان، چون که وقت زیاد نبود من دیگه حالا از فایل های دیگه هم استفاده میکنم، مثل ویندوز 7 یا ویندوز 10 چی ویندوز 11 رو فایلشو دارم اون استفاده میکنم. خب شما حالا بعد از اینکه این کارا رو انجام دادید باید یه نرم افزاری نصب کنید به نام روفوس. بعضی هم میگن روفس، حالا نمیدونم اسم دقیقش چیه. این نرم افزاره روفوس، حالا از سایت یا دانلود یا صاف نمودهش دانلودش کنید. حالا فایلشو باز میکنه. خب چیز صفحه براتون باز میشه. اینجا فلش رو تشخیص داده. بعد اینجا ازتون دیسکو میخواد. بعد رو گزینه سلکت میزنید، همون فایل ایزو رو داشته باشید، فایل ایزو. بعد سلکت میزنید، مثلا فایل تو دسکتاپه، روی دسکتاپ کلیک کنید. بعد مثلا اینجا نوشته ویندوز 11 تایدی، همون ویندوز 11 منه. بعد رو فایل ایزوش کلیک کنید. خب اینجا باید مشخص کنید که فرمت هارد کامپیوترتون MBR یا GPT. این چیز خاصی نیست، مشخص کنید که MBR یا GPT. حالا چجوری مشخص میشه؟ این وارد دیسپیسی میشین. بعد روی دیسپیسی راست کلیک انجام میدین. خب دوستان الان دیسپیسی کلیک میکنین، کلیک راست میکنین. بعد اون قسمت، حالا چون اگه ویندوز داشتین رو شو مور آپشنز بزنید، شو مور آپشنز هرچی هست، روی گزینه منیج یه علامت سپرم اونجا داره، کلیک میکنین. چنین صفحه براتون باز میشه. خب حالا روی دیسک منیجمنت گزینه یک با آخر کلیک میکنین، ساب میکنین لود میشه. حالا که لود شد، من دیسک سی همون هارد ویندوزمه رو، حالا شما هرچی میخواد باشه یه راست کلیک رو هارد انجام میدید. اینجا روی این گزینه اگه اینجا نوشته کانورت تو MBR یعنی هارد شما GPT هستش و باید فرمت تو GPT کنید. اگه اینجا نوشته کانورت تو GPT دیسک یعنی
هارد شما MBR هستش و باید MBR فرمتش کنم. من هارم GPT رو GPT فرمتش میکنم که بستگی به خودتون و هرچی میخوای فرمتش کنم. اینم داره NTFS و استارت رو بزنم. اینجا میگه همه فایل فلشتون پاک میشه. خب بعد اوکی میکنید، دوباره یه رو دیگه میده اونم اوکی میکنید. بعد سم میکنین که ویندوز بوتیبل بشه. خب بستگی به سرعت کامپیوترتون داره که سرعتش کامپیوتر مثلا اگه زیاد باشه ممکن 5 دقیقه 10 دقیقه طول بکشه، اگه کم باشه 30 تا 40 دقیقه طول میکشه. بس باید حتما صبور باشید، عجله نکنید. الان فلش من بوتیبل شد. برای اینکه مطمئن بشید فلشتون بوتیبله یا نه، وارد دیسپیسی میشین. دوباره لحظه وارد دیسپیسی میشین. خب اینجا این فلش منه. برای اینکه مطمئن بشید یه دور فلش رو خارج میکنین، دوباره وصلش میکنین. خب اگه فلشتون چنین آرمی گرفت روش، یعنی ویندوز روش بوتیبل شده. خب بس که اینجا ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو 100 تا لایک بخوره، آموزش نصب ویندوز با فلش رو بهتون یاد میدم. تا ویدیو بعدی، خدا.